معرفی کتاب خانه شکلاتی. کتاب خانه شکلاتی اثر نویسنده امریکایی جنیفر ایگان در لیست بهترین کتاب‌های منتشر شده سال 2022 است. این کتاب اثر یکی از متفاوت‌ترین و نمادین‌ترین نویسندگان زمان ماست که از دوستان استیو جابز بوده است. خانه شکلاتی رمانی هیجان انگیز و عمیقاً تکان دهنده است که در جستجوی اصالت، حریم خصوصی و معناست در دنیایی که خاطرات ما دیگر متعلق به خودمان نیستند. ماجرای این رمان با نابغه‌ای آغاز می شود که موفق به ساخت مالک ناخودآگاه خود باشید می شود. این فناوری به شما این امکان را می دهد تا به هر خاطره‌ای که تا به حال داشته اید دسترسی یابید و در ازای دسترسی به خاطرات دیگران، خاطرات خود را به اشتراک بگذارید. کتاب خانه شکلاتی تصویری جسورانه و درخشان از دنیایی است که فقط چند لحظه دورتر از ماست. این کتاب با ترجمه سوگند رجبی نسب و انتشارات آریابان در ایران عرضه شده است. بریده‌هایی از کتاب خانه شکلاتی. این واقعیت که در عرض 3 ثانیه و 36 صدم ثانیه افکار زیادی از سرم بگذرند، گواهی بر بی‌نهایت بودن آگاهی فردی است. نه پایانی برای آن وجود دارد و نه راهی برای اندازه‌گیری آن. آگاهی مانند کیهان است که در تعداد افراد زنده در جهان ضرب شده است، با فرض اینکه هوشیاری زمانی که ما می‌میریم ممکن نباشد. ذهن هر یک از ما کیهانی برای خود است، ناشناخته، حتی برای خودمان. گفت من نگران اینترنت هستم. گفتم منظور شما آن موجود همه چیزدان است که ممکن است رفتار شما را پیش بینی و کنترل کند؟ حتی زمانی که فکر می کنید این خودتان هستید که انتخاب می کنید؟ جنگل مانند موجودی است که در اطراف من نفس می کشد. روشنایی ما صدا دارد. در آسمان صدای زنگ می دهد. راه‌های دیگری هم برای دیدن جهان وجود دارد. اگر زمانی فکر کنید که یک رویداد انقراض جمعی انسان برای کنترل جمعیت خوب است، ممکن است بخواهید معاینه شوید. اکنون می‌بینم مکانی که آرزویش را داشتم تخیل خودم است.